سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون، یعنی داش محمد. بچه ها امروز اومدیم 6 تاگان برتر این سیزن رو بهتون بدیم. یکی از خفن ترین گانای بتل رویال این سیزن. خدا اتچمنت داره که براتون این چند روز که فعالیت نکردم درگیر اینا بودم و اون لایک 20 صحابو بکوب، فقط لایک بکن به من انرژی بده. لایکم نکردی فدا سرت. همین که ویدیو رو میبینی چنل رو سابسکرایب میکنی خودش برای من خیلی حمایت بزرگه. بچه ها بدون اصلا چرا داریم حرف میزنیم، بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بریم داخل بچه لودات. اولین گان AK 117 یا همون AK 117 خودمون. بچه ها این اتچمنت AK 117 خدا وکیلی، خدا اصلا، یعنی هر چی بگم بچه ها. آره بذار اول بگم اینو بچه ها، خدا اتچمنتش خدا. حالا بچه ها بخوام بهتون یه چی بگم، برین داخل بخش کموها، همون بخش کمو داره، همون این بخش که برین، خب سمت راست بالا یه گزینه ستینگ داره. خب اولی رو بزنید برای ردادش که بزرگ بشه یا کوچیک، که پیشنهاد من به شما 50 که خیلی کوچیک باشه که بتونید بهتر چی. حالا دومیش برای نقطه وسطش اگر اشتباه نکنم، آره برای نقطه وسطش که به نظر من بذاریدش روی 0، چون روی حالت عادیش 100، بذاریدش روی 0، روی 3 و تموم. خب بچه بریم سراغ گان بعدی، یعنی کریم. حاجی خدای کریمه، فقط بردار عشق کن. آقا این هم اتچمنت کریمه، خداه، یعنی 20 بی‌نظیر عالی، هر چی بگم ازش کمه. بریم سراغ گان بعدی، یعنی DLQ. آقا دیلش اینه، دیلش اتچمنتش خداه، هرچی بگم خدا کمه از اتچمنت ها. حاجی راستی اسکرین شات ها رو بگیرین ها، ما داریم زحمت میکشیم اینجا. گان شماره 4 AK 47. بچه AK 47 خیلی گان خوشگل بافیه، بافترین گان کال آف دیوتیه این سیزن. البته این اتچمنت AK 47 گان شماره 5 M13. حاجی M13 سیزن پیش خیلی باف شده بود، این سیزن هم خیلی باف. فقط برای ایمش این رداد بذارید که عالیه، به جای اینا هم به جای اینش بذارید تموم. ردادش با رداد عالیه. بریم برای سراغ گان آخر، شاهکار HS. بچه ها میخواد برای چیزش هم بچه ها، این برای HS اسکلتی رو بگیرید، برای HS معمولی هم اینه، برای HS معمولی هم اینه. این HS معمولیه، این هم HS اسکلتی. بردارین عشق کنید. خب بچه ها این بود از یه ویدیوی دیگه از داخل چنل خودتون. بچه ها لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله رو بترکونید. میخوام یوتیوب دیگه باگ بده، مثلا به جای 100 تا بازی 200 تا بازی بزنه 200,000 تا بازی. میخوام این شکلی بشه. بچه ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با من بودید. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.